اینو سل کن. تو باش صداش کنم که جبه صدایش کن. تو ماندانا باشی بیادرم. خب هستی جانک جور هست. سلام کاکا. جانک چی جور داری؟ بخیر خوب هستی؟ خیر خیر. ای چی کردی؟ چی پوشیدی و بچه؟ چرا نه که از استایلم خوشت نامد؟ چی بالا؟ نه بچه نه استایلت خوشم نامد. دمی شهر و بازار ببینی کدام کس دیگان به می استایل میگرده. حتی شرم ما میایه که من تو را میبینم به این حالت هستی، به این لباس و به این استایل تو میکردی. بسیار شرم آور است بچه. بیخی خود نقطه نرنگی جور کردی. بیبی کاکا جان تو دبای رقم توهین میکنی. ما همین رقم گشت و گذارم است. کل مردم بفهمه که ما بیرق ما بالا است. نه بچه اگه میخوای بیرقت بالا کنی، بیرق خب بیرقت بالا نمیشه که در سر شانت بارتی یا که در سرت بالا کنی یا که در سرت لنگی بزنی. کل مردم سایلت کنن حتی همو حیثیت بیرقت هم پایین میری. عزیز من راست میگه. تو چی سایل جور کردی؟ ما بیرق بالا میکنم. بیرق دایی که تو در سر شانه خود بانی یا او را لنگی جور کنی بیرق بالا نمیره بیادر. شما جوانا باید کار بکنین که بیرق خودش بالا بره. دایی استایل و دایی کرکتر شرم است به خدا. یک کاری کو جوان که بیرق خود به خود بالا بره. بیبی بچه با این کارت نه باعث افتخار به مردمت میشی و نه به بیرقت. خواسته چی است کاکا جان؟ چی کنم بگو برم. گوش که بچه این تلفن است. این تلفن 24 ساعت دستان است. خب در این تلفن هزارها چیز نوشته است. هزارها کارم که شده میتونه. همین تلفن بگی برو ببین چیز بخواد اختراع کنی، یک چیز کوشش که برات پیدا کنی، یک مصرفیت بخواد پیدا کنی، چی باید انجام بدی؟ که هم از در خدمت به خود شوی و هم به جامعه خود شوی و هم به مردم افغانستان شوی. برو از یالت خدا بکش بچیم. ای لباس ایتا ببین تبدیل کن. برو خود اصلاح کن بچیم. خیر ببینی کاکا جان چیز کار نیست. خداحافظ. برو خود اصلاح کن دیگه. حالا کاش که کل جوانای ما مثل همی گپ گوش میکرد، ولی افسوس که نمیکنن. خب خیر من میرم.